درود و ادب، وقت بخیر. محمد رضا. قراره به فانکشن کامپایلر جنریتد ها مراجعه کنیم و یه توضیحات خیلی کوچولویی در موردشون بدیم. خیلی توضیحات انتزاعی هستن و چند تا سعی کردیم مثال بزنم که بذاره واضح تر بشه. اگر میخواید جزئیات بیشتری بدونید، این چند کلید واژه رو جستجو کنید یا جستجو کنید فانکشن کامپایلر جنریتد C++، یا جستجو کنید rule of D rule of 3 D rule of 5 D rule of 0. اوکی، قوانین ستایی، پنجتایی، حالا ستایی پنجتایی توضیح میدم چیه، و صفر، قانون صفر. اوکی، ما این اگه جستجو کنیم به کل محتوایی که من قراره تو این حالا در 15 دقیقه که اینجا هستیم در خدمتتون توضیح بدم رو شما میتونید مطالعه کنید خودتون و در بیاریم و مطابقت بدیم نسبت به این توضیحاتی که بنده میگم و بریم جلو. خب ما توی C++ 6 تا کلن فانکشن کامپایلر جنریتد داریم یا فانکشن هایی که اتوماتیک جنریت میشن اگه یوزر تعریفشون نکنه. البته یه قوانینی وجود داره که به اونا میپردازیم. خب ما فرض کنیم یه کلاسی داریم به اسم پرسن. توی کلاس پرسن ما یه کانستراکتور داریم. توی کلاس پرسن ما کپی کانستراکتور داریم. اما میزنن RHS رایت هند ساید. یه کپی اپراتور اساینمنت داریم که یه پرسن ریترن میکنه. ما یه تیلدا میزنیم اینجا پرسن استراکتورش هم سی تور دی تور. اوکی، اگه هر جا شنیدید اینا رو در جریان باشید. سی تور دی تور این کجا بود؟ این توی C++ 0.3 هستش دوستان، ولی توی C++ 11 یک سری قانون جدید اومد به اسم موو. یک سری قوانین اومد. من یکم ویدیو بدم بالا، خب تصویر بدم بالا. ما برای این موو کانستراکتور مثل کپی کانستراکتور فقط پرسن رف میگیره. این هم RHS میذارم معمولا، ولی R value میتونه هندل کنه. بعد move assignment operator ما اینجا یه return ref میکنیم operator تور مساوی، بعد اینجا پرسن ref. این rule of 3 که خدمتتون عرض کردم به این ستا میگن copy constructor operator، copy assignment operator و detour یا destructor. اکسپشنشون هم کانستراکتور رو جزء قانون ستایی نمیارم فعلا که نمیارم. رول of 5 میگه این ستا به علاوه این دوتا move کانستراکتور و move operator assignment رو هم اضافه میکنه بهش. رول of 0 میگه هیچ کدوم، یعنی هیچ کدوم نداری، تو پیاده سازی نکردی خودش حالا یه کارایی میکنه از اون قوانین که داره. توی C++ توی C++ 98 یا قبل 11 که اسمش با حالا ورژن 0.3 شو منظورمه، قبلش اصلا هر چیزی هست. قبل 11 ما یه دیفالت کانستراکتور داریم و یه کپی کانستراکتور، کپی اساینمنت. اینا من همه رو توضیح دادم بهتون. C++ 11 موو کانستراکتور، موو اساینمنت. آروم از اینجا شروع کنیم. میگه که دیفالت کانستراکتور توی C++ قبل 11 این 4 تا بود. تو C++ خود 11 به بعد این دوتا اضافه شد. علاوه بر اون یه قوانینی که خدمتتون گفتم also added some rules to figure how to generate function by compiler automatically. آره همون. میگه که اینا رو رول های اضافه کردیم برای اینکه این فانکشن ها رو به صورت اتوماتیک ما توی خود زمان کامپایل ما اضافه کنیم. کلاس کت رو داریم. خب بر اساس این قوانین بالا الان کدوم یکی از این 6 تا عددی که اینجا نوشته شده، 6 تا فانکشنی که هستش قرار پیاده سازی بشه اینجا؟ خب رول آف تیری به من میگه کپی کانستراکتور رو شما الان داری. کپی اساینمنت اپراتور زمانی که 56 نباشن پیاده سازی میکنه. خب اینجا ما نداریم، یوزر تعریف نکرده، پس این رو ما خواهیم داشت. پس اینجا میذاریم 3. دستراکتور هم که پیاده سازی میشه چون آبجکت داریم میسازیم ازش.
4 پیاده سازی خواهد شد، ولی این دوتا خیر. چرا؟ چون ما گزینه 2 رو داریم اینجا. 2 اگه این توسط یوزر نباشه اینو میتونه، ولی اینجا ما کپی کانستراکتور رو داریم.